سلام 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 به کتاب ساز خوش اومدید. خیلی خوشحالم که تو این قسمت هم میزبان آقای مگولی هستیم. خب امروز در چه موردی میخواین صحبت کنین استاد؟ آقای فرصت، حتما شنیدین که میگن مشکلات ما همه ریشه در کودکی داره. بله. در همین موضوع آقای مصطفی رحماندوست یه تک بیت داره که ویران کننده است. میگه تاب تاب عباسی خدا منو نندازی. واو، این هم مال آقای رحماندوسته؟ بله لابد میدونین همه شعرهای کودکانه مال آقای رحماندوسته. بله 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 بله. آقا ما این شعر رو در کودکی میخوندیم موقع بازی و تاب بازی و اینها، ولی حواسمون نبود که این شعر چه ترسی رو در وجودمون میکاره و چه تروماهای بزرگی رو در ما وجود میاره. بلایی که این شعر سر لایه های وجودی ما آورده تورم سر قدرت خرید نیاورده. متوجه هستید؟ این شعر چی داره تو خودش استاد؟ ببینید آقای فرصت، این شعر به صورت ناخودآگاه داره حس ترس رو به بچه القا میکنه. اتفاقی نه ادامه بدید، گیر کرد. داره حس ترس رو به بچه القا میکنه و این بچه موقع تاب بازی کردن همیشه نگران افتادنه. حالا راحت شدی؟ بفرمایید. همیشه نگرانه و این بچه با همین حس ترس همیشگی بزرگ میشه. این چه بلایی سر جوون‌ها و نوجوان‌هامون میاره؟ متوجه هستین؟ جوونی که همیشه نگرانه که جاساز سیگار و فندکش توی خونه پیدا بشه. این بچه دیگه تمرکز داره برای درس خوندن؟ این بچه میتونه پول پس انداز کنه یا همش باید پولشو بده به عطر آدامس؟ به همین دلیله که جوون‌های ما موفق نمیشن آقای فرصت. استاد اون پاکت سیگاره؟ نه حتما اشتباه میکنی. نه استاد، من مطمئنم اون پاکت سیگار کجا داری میاری؟ فرصت جان نکن عزیزم. ببین من نه درست دیدم استاد، این پاکت سیگاره دیگه استاد داره میبینم دیگه. اصلا شما اینو بی خیال شو. متوجه هستی؟ من میگم که چرا یه جوون نمیتونه یه عکس از گالری گوشیش به مادرش نشون بده بدون اینکه استرس رد کردن داشته باشه؟ بله استاد، اتفاقا من هم همینطورم. آی فرصت، من دیروز یک مراجعه کننده داشتم دائم داشت گریه میکرد. میگم چرا گریه میکنی؟ میگه من 6 ماه نخوابیدم. میگم چرا نخوابیدی؟ میگه آخه میترسم زنم بفهمه من با 3 نفر دیگه در ارتباطم. آخه حق این جوون اینه، حقش این از خوابیدن از این بدیهیات زندگی محروم بشه به خاطر یه ارتباط ساده انسانی. بعد این جوون میتونه موفق بشه یا همش باید نگران ترسش باشه؟ استاد خب مگه مجبوره؟ ببینید آقای فرصت، همین ترس جامعه و قضاوت اطرافیان زنشه که اونو به اینجا رسونده. نه استاد، منظورم اینه که ارتباط با اون 3 نفر رو قطع کنه. آقای ابا یعقوب اومده 11,000 نمونه رو بررسی کرده که عامل ترس رو در کشورهای جهان سومی بفهمه. فصل سوم این کتاب چی میگه؟ میگه چرا جهان اولی ها نمیترسن، جهان سومی ها میترسن. متوجه هستی؟ و نتیجه گیری این فصل اینه که 73% جوونا در کشورهای جهان سوم مثل سگ از والدینشون میترسن. حقیقتشو بخوایم بدونیم. اما در کشورهای جهان اول ما متوجه این موضوع میشیم که 93% جوونا والدینشون رو دایورت کردن اصلا و همین دلیل موفقیتشونه. متوجه هستی؟ استاد این تاثیر داره؟ ببینید یه تک بیت ویران کننده در مورد همین موضوع هست که میگه بیا بندری برقصیم، از همه دنیا نترسیم. استاد قبل از بندری رقصیدن چای میل دارین یا دمنوش؟ منو تو فقط همینا رو داره؟ بله. پس دمنوش. بله خب قبل از اینکه دمنوش رو میل کنیم با بینندگان یه خداحافظی بکنیم. بینندگان جان تا درودی دیگر بدرود. استاد من برم براتون یه چای لبسوس بیارم. دست شما درد نکنه.